سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزش استراتژی ترید. این استراتژی کلا از 3 تا اندیکاتور استفاده میکنیم و یه دونه ریتریسمنت. در ادامه ویدیو اسم این اندیکاتورها خدمتتون تک به تک میگم. بریم شروع کنیم که ببینیم به چه صورتی هستش. من الان اندیکاتورها رو انداختم روی نمودارم. در ادامه ویدیو خدمتتون گفتم اسمشو میگم خدمتتون. ما یه اندیکاتوری انداختیم رو چارت که بالاترین و پایینترین جای نمودار رو نشون میده. های های بالاترین و لو لو پایین ترین قسمت نمودار چارتمون ما نشون میده. اولین کار ما این هستش که بیایم روی این قسمت پایین ترین لو لو و های های نمودارمون بیایم یه ریتریسمنت بندازیم. پس برای گام اول روی اندیکاتور لو لو که این قرمز رنگ هست نشون داده شه و اچ اچ که سبز هست بیایم یه ریتریسمنت فیبوناچی روش بندازیم. ضمن ما تو پلتفرم تریدینگ ویو هم هستیم. نماد بیت کوین تایم فریم 5 دقیقه. شما میتونید تو بازار فارکس هم از این استراتژی استفاده کنید. من الان فیبوناچی رو انتخاب کردم ریتریسمنت رو. کلیک اول میذارم رو لو پایین ترین، کلیک دومم روی بالاترین اینجا. بعد ریتریسمنت رو میکشم میارمش جلو که الان تو این ناحیه افتادش. گام اولمون رو انجام دادیم، اومدیم یه ریتریسمنت کشیم رو لولو و های های نمودارم پایین ترین به بالاترین که پایین ترین قرمز بالاترین سبز اومدم یه ریتریسمنت انداختم. حالا ما ثبت میکنیم نمودار حرکت میکنه، حرکت قیمتی میکنه میرسه به 38%. ما کلا 3 تا نسبت مهم داریم تو فیبوناچی که توی این استراتژی ازش استفاده میکنیم. 38%، 61.8 و 78.6%. شما اگر راست کلیک هم کنید روی ریتریسمنتتون تو تنظیماتتون میتونید خودتون اگر ندارید اضافهش کنید به فیبوناچی ریتریسمنتتون که اینجا میشه 0.382، اینجا هم بزنید 0.618 و 0.786. فراموش نکنید که حتما این تیکه فیبو لول بیس آن لوگاریتمی اسکال رو بزنید، یعنی به اساس لوگاریتمی محاسبه کنید. پس حواستون باشه که این تیکش حتما روشن باشه. اوکی میزنم برای تنظیمات فیبوناچی ریتریسمنتمون. الان نمودارمون اینجا حرکت کرده اومده پایین به 38% رسیده. به 38% رسیده، کاری نداریم، میاد پایین. وقتی که به 61.8% میرسه یه بار دیگه لیبل لو لو میاد. پس یه دونه دیگه از شرایط بای زدن ما اینه که دوباره سیگنال پایین ترین رو بده، یعنی میگه اینجا پایین ترین جای نمودارمونه لو لو. یا چی؟ یا اینکه به جای این بیاد بگه این علامت قرمز کوچیکو میبینید، سبز کوچیکو ببین میگن این گلف، کندل های گلف. یا باید این علامت بیاد برای بای زدن، باید این علامت مستطیل کوچیک سبز رنگ به جای این لولو بیاد. یا باید لولو بیاد این پایین ترین، یا باید یه کندل این گلف تشکیل بشه. حالا کندل این گلف چیه؟ کندل پوششی هستش، یعنی میگه کندل این گلف کل بدنه کندل قبلی و یا قبلترش رو پوشش داده که هرچی بیشتر باشه قدرتش بیشتره. الان اینجا یه لولو داده، یعنی پایین ترین. شرط دوم برقرار. شرط سوم اونه که دوستان RSI الان برای بای زدن سمت کف باشه، تو اشباه نزدیک اشباه فروش باشه. کلا تو اشباه باشه که چه بهتر، ولی الان نزدیک ناحیه اشباه فروش، یعنی پایین این نزدیک این 30% هستش و سقفش هم که 70% هستش. حواستون باشه که RSI حتما پایین باشه و نزدیک هولوش 30% باشه. تو نزدیک ناحیه اشباه فروش باشیم برای بای زدن. این 3 تا شرط هستش برای خرید زدن. ما الان میتونیم اینجا لانگ بزنیم و خرید کنیم. میایم کلیک اول میذاریم روی همین 61.8% و کندل بعدش که این لاولا اومده، یعنی پایین ترین پایین ها. حد ضرر رو میذاریم روی ریتریسمنت پایین ترش که اینجا 78.6%. حتی سود و دوستان میتونید توی این سقف بذارید، سقف های بذارین. اینجا که ریتریسمنت رو گوشین رو سقف اینجا بذارید که ریسک به ریوارد خیلی خوبی میشه، تقریبا نزدیک 3 میشه. یا میتونید ریسک به ریوارد
1-2 بذارید، کاری نداشته باشید. هر دو استراتژی جواب میده، خیلی خوبه، ولی من پیشنهاد میکنم که 1-2 شو استفاده کنید. بعضی از دوستان دیگه هم میان معادل کل این بازوی اول که رشد کرده، معادل این رو میذارن از اینجا محاسبه میکنن و سقف قیمتی تارگت رو میذارن اینجا، که من همون ریسک ریوارد 1-2 یا این سقف اولیه که ما این ریتریسمنت رو کشیدیم پیشنهاد میدم، ولی من خودم میذارم ریسک ریوارد 1-2. پس میام روی پایین ترین لو و های یه ریتریسمنت میکشیم، یه فیبوناچی ریتریسمنت میندازیم روی نسبت 38 61 و 78.6%. اگه لیبل لو یعنی پایین ترین اومد یا یه دونه از این قلف های سبز رنگ اومد که اندیکاتورش من انداختم رو نمودار، خودش به شما هشدار میده اومد، اجازه داریم بای بزنیم. ریسک به ریوارد 1-2، حد ضرر رو منتها میزنین روی فیبوناچی پایین تر تو بای زدن. اگه رو 78% بودش که میزنین روی همین کفی که اومدین ریتریسمنت رو بیسش اول شروع کردین، پایین ترین نقطه میذارین. اگه رو 78% اومده بود نمودارمون پایین. الان اینجا به حد سودمون تارگت خورده، دوباره میریم جلوتر. الان اینجا یک بار دیگه لولو داده، همینجا که اومدیم بای زدیم و دوباره یه دونه های داریم بالاتری، دوباره میایم روی این ریتریسمنت میندازیم. الان من این ریتریسمنت رو بنزم، کلیک اول، کلیک دوم روی بالاترین ریتریسمنتمون اینجا و میکشه. حالا اینکه شما چجوری با این ریتریسمنت ها کار کنید و اینا، من یه ویدیوی آموزشی درست کردم، اما بحث آموزش تکنیکال هستش که این ریتریسمنت ها رو کلا توضیح دادم، این که هدفهای قیمتش به چه صورتی باشه و چجوری باهاش کار کنه، انواعش توضیح دادم. ویدیوشو میذارم این بالا، میتونید کلیک کنید برید بذارید توی توضیحات همین ویدیو، دیسکریپشنش هم میذارم این زیر این پایین دیسکریپشن، برید ببینید. لینک اون ویدیوهای آموزشی گذاشتم، نحوه کار کردن با این ریتریسمنت ها رو به صورت کامل تو 2 تا ویدیو من آموزشی گذاشتم. یکش لینکش هم که تو یوتیوب میذارم این بالا، دومیش هم میذارم این بالا، میتونید برید کلیک کنید و هر دوش هم ببینید. خب اومدیم ریتریسمنت رو کشیدیم، یک کلیک اینجا، یک کلیک هم بالا گذاشتیم و اومدیم اینو کشیدیم، اینم که کلیک اولمون داشتیم. الان نمودار این دیگه کشیدیم اومده پایین، رسیده به فیبوناچی 38%. اینجا یک کندل اینقلف داده، ما میتونستیم اینجا بای بزنیم. این کندل اینقلف چی هست دوستان؟ کندل اینقلف به این صورت هستش که اون کندل اصلیمون اینجا توی یه روند نزولی وقتی کندل اینقلف شکل میگیره، کل بدنه کندل قبلی رو پوشش میده از پایین ترین تا بالاترین، که یعنی یک کندل اینقلف صعودی. حالا نه تنها کندل قبلیش، اگه کندل های قبلیش هم هر تعداد بیشتری پوشش بده، قدرت اون کندل اینقلف بیشتر هستش، که شما اینم میتونید مد نظر داشته باشید. این هم الان یک کندل اینقلف دیگه هستش، کندل اینقلف صعودی هستش. این روند بازار نزولی بوده، کندل ها قرمز بوده، یک کندل سبز پرقدرت اومده که کل بدنه کندل قبلیشو پوشش داد. این هم کندل اینقلف نزولی هستش که تو به بازار سعودی یهو یک کندلی ظاهر میشه که کل بدنه کندل قبلیشو پوشش میده، که هر چند تا بیشتر پوشش بده قدرتش بیشتر هستش دوستان. الان اینجا یک کندل اینقلف تشکیل شده، این لیبل لوزی شکل سبز رنگ ما ببینید چکش لوزی سبز رنگ اومده و هشدار داده که کندل اینقلف ما سیگنال بای داده و ما میتونستیم بای بزنیم و خرید کنیم، لانگ بزنیم. اینجا شما میتونستید لانگ بزنید، حد ضرر رو بذارید این پایین روی 61.8% قبلی، حد سودمون هم که میشه سقف، این سقف قیمتی. الان اینجا قیمت اومده پایین، حد ضرر ما تات شده و این جواب نداد. دوباره میریم جلوتر، کندل اومده پایین، اینجا رسیده، دوباره لولو داده، پایین تر داده، دوباره ما اجازه داریم که بای بزنیم. این لیبل لولو پایین ترین یه مقدار با تأخیر ظاهر میشه، یعنی درسته روی این کندل به ما پیغام داده که ما لاین کنیم بای بزنیم، ولی ما رو کندل
بعدیش میتونیم بای بزنیم و خرید کنیم. من روی این کندل میتونیم بای بزنیم، حد ضررمون رو میذاریم پایین این کندل، روی ریتریسمنت 78.6 ریسک به ریواردم خدمتتون گفتم 1/2 میاریم اینور. دوباره الان حد ضرر ما تاچ شده، مو به مو اینجا خورده. دوباره میریم جلوتر، الان اینجا اومده نمودار اومده پایین، دوباره یه لولو داده، یعنی اجازه داشتیم ما اینجا بای بزنیم، لاین کنیم. دوباره میایم اینجا لانگو میذاریم، اینجا بای میذاریم، با یه تأخیری البته میاد، احتمالاً ما توی این مراحل توی اینجاها میتونیم بزنیم. حد ضررم چون روی ریتریسمنت پایین ترین 78% هست خدمتتون گفتم میایم میذاریم روی اینجا یه مرحله پایین تر، جایی که ریتریسمنت رو کشیدیم. اینجا میشه حدودا ریسک به ریواردم 1/2 یا روی سقف قیمتی که الان رو سقف افتاده که این الان به حد تارگت ما خورده و سود داده. حالا بحثی که هستش دوستان، ببینید الان ما اینجا 2 بار ضرر کردیم. من توی ویدیو هم آوردم که یعنی شما حد ضررتون هم میخوره. اینجوری نیستش که استراتژی ها همیشه همشون سودده باشه. منتها بحثی که هستش، ببینید الان توی این پوزیشن اولمون، خرید اولمون، من عمدن اینو کشیدم که شما ببینید RSI مون بالا بوده. چون RSI بالا بوده میبینید بیشتر از 50% تو ناحیه پایین نبوده، نزدیک 30% اشباع فروش. ما اومدیم زدیم جواب نداده، رفته حد ضرر ما خورده. تو دومیش هم ببینید دوستان، وقتی که ما بای زدیم روی این کندل اومده بالا و تو این محدوده وسط بوده RSI، تو محدوده اشباع فروش نبوده. این رو من عمدن کشیدم که شما ببینید RSI چقدر مهم هستش. ولی تو این خرید سوممون تو مرحله چی بوده؟ تو مرحله نزدیک اشباع فروش بوده، 30% بوده و پوزیشن ما جواب داد. واسه همینه که حتما باید RSI رو چک کنید دوستان. اگر نه RSI چک کنید، فقط بحث ریتریسمنت و این کندل این قلف و این لو پایین ترین و های به این بای سل بزنین، سوددهیتون به شدت کم میشه. البته باز هم سودده این استراتژی، ولی بهترین حالت این هستش که RSI حتما نزدیک اشباع فروش باشه تو خرید زدن و نزدیک اشباع خرید باشه توی سل زدن. من توی این خرید اول و دوم ما RSI چک نکردیم که شما ببینید حد ضرر تاچ شد، ولی تو سومی RSI تو منطقه درستی بوده، پوزیشن ما با سود ازش خارج شدیم. دوباره بریم جلوتر. الان دوباره یه های اومده دیگه، ما باید ریتریسمنت جدید بکشیم. یه لولو هم که اینجا داریم، اگر بیایم ریتریسمنت بکشیم روی این کف و روی این سقف، نمودارمون رو اینجوری بکشیم، این قلفو، الان دوباره میایم اینجا میبینیم که رو 78% برگشته، ولی به ما چون لولو یا کندل این قلف پیغام نداده اجازه بای زدن نداشتیم. میریم جلوتر. حالا این دفعه یه های جدید اومده، دوباره میایم این ریتریسمنت رو این دفعه روی این های میذاریم، یعنی لولو پایین ترین با این های بالاترین. این رو میکشیم. حالا اینجا یک کندل این قلف سبز رنگ اومده، میبینید به صورت لوزی شکل هستش. اینجا ما اجازه داشتیم که لاین کنیم و بای بزنیم. RSI اون هم پایین هستش، نزدیک محل اشباع فروش هستش. هر چقدر این پایین تر باشه قدرت اینها بیشتر هستش و قدرت بیشتری به سمت صعودی شدن میره. حالا ما اینجا اجازه داریم که بای بزنیم روی کندل بعدیش. حد ضرر یه لول میاریم پایین تر، رو 38% اومده، ولی ما حد ضرر رو میذاریم روی 61.8%. حد سود رو هیچ وقت نباید بالاتر از این سقفی باشه که RSI کشیدیم. دیگه ما اینجا نمیتونیم ریسک به ریوارد 1/2 رو رعایت کنیم، چون 1/2 کنم خیلی میره بالا، از این سقف میزنه بالاتر. پس فراموش نکنید که ریسک به ریوارد 2 زمانی هستش که این سقفی که ما ریتریسمنت کشیدیم بالاتر باشه. اگه پایین تر باشه مجبوریم حد سود رو بذاریم روی همین سقف قیمتی که اومدیم ریتریسمنت رو کشیدیم. تو این کندل حد سود ما تاچ شد.
دوباره میریم جلوتر. من اینو ببندمش. لولو که نیومده، یه های های اینجا اومده، ریتریسمنت رو میذاریم روی این سقف اینجا میکشم. دوباره یه لولو داده. دوباره ما اینجا اجازه داریم که میتونیم بای بزنیم. و همین صورت دوستان میتونید ادامه بدید. ویدیوی ما طولانی شد. سل زدن هم به همین شکل هستش. الان شما دوباره این رو بکشید برید جلوتر. چندین محل تو این ناحیه و تو این ناحیه و تو این ناحیه چندین بار به شما فرصت خرید داده. قطعا حد زیانا هم شما دارید، زیاناتون هم توی استراتژی میخوره ولی تعداد سوداتون بسیار بیشتر هستش. فراموش نکنید که حتما RSI هم چک کنید. بریم تک تک این اندیکاتورها رو خدمتتون معرفی کنم که شما هم اضافه کنید به چارتتون. من دونه دونه اینا رو حذفش کنم، اینا حذف کنم. کلا 3 تا هستش. این رو هم حذف کردم. حالا میریم قسمت اندیکاتورز. تایپ کنید ریلیتیو. همین گزینه ریلیتیو استرنگث ایندکس همون RSI مون هستش، مخففش هستش RSI. این رو انتخاب میکنید، اضافه میشه به چارتمون. میایم تو قسمت ستینگ تنظیماتش، قسمت تب استایلمون. این گزینه دومی نمیخوایم، آن چکش کنید. و این میدل باند وسطش هم نمیخوایم. اینا رو هم نمیخوایم، تیکشو ورمیده. این رو یه مقدار پر رنگ ترش من کنم، میذارم رنگشم رو سفید. RSI آپر باند و این رو هم همینطور میذارم روی رنگ سفید و پر رنگ ترش میکنم که بهتر دیده بشه. این RSI مونم پر رنگ تر میکنیم که بهتر دیده بشه. این تنظیماتش رو اینجوری کردم که بهتر دیده بشه. شما هم همینجور برای خودتون دوست داشتین تنظیماتش رو انجام. بریم اندیکیتور دوممون تایپ کنید های لو استراتژی. این هستش های لو استراتژی. نویسندش هم ایشون هست. الان که من این ویدیو درست کنم 5022 نفر استفاده کننده. این رو انتخاب میکنم. الان اضافه شد به چارتمون، به نمودارمون. میام توی ستینگ، تب استایل، تیک اول رو برم میدارم، آن چکش میکنم. این چهارمی هم ور میدارم، لاور های. اینم نمیخوایم، اینم نمیخوایم. فقط این دوتا رو اینجا گذاشتم بمونه، های و لوور لو. باقی تیکش رو نیازی نداریم. شما به همین صورت تنظیماتتون رو انجام اوکی میکنم. میریم برای اندیکیتور سوممون تایپ میکنم اینگولف کندل اندیکیتور. این گزینه اینگولفینگ کندل اندیکیتور. نویسندش هم ایشون هستش. از این گزینه اول رو انتخاب کنید. الان من انتخابش کردم و افتاد روی چارتمون که به صورت لوزی های کوچیک رنگه قرمز و سبزه و کندل اینگولف رو به ما نشون میده. خدمتتون گفتم به جای لولو تو بای زدن و های به تو سل زدن میتونیم از اینا استفاده کنیم و لاین کنیم یا سل بزنیم، شورت کنیم، فروش بزنیم. ریتریسمنت رو نمیتونیم بر اساس اینها بکشیم، حتما بر اساس لولو و های باید ریتریسمنت همون رو بکشیم. خب دوستان تنظیمات این استراتژی رو تمام شد، خدمتتون معرفی کردم. امیدوارم لذت برده باشید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. اگه اولین بار هم هستش کانال ما دیدن میکنین تو زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال و بورس تهران و کلا سهام و بازار مالی ویدیو درست میکنیم و سعی میکنیم استراتژی‌هایی به دوستان معرفی کنیم و از همدیگه یاد بگیریم و هم اطلاعات من هم اطلاعات شما بیشتر بشه و کنار همدیگه رشد کنیم و بازارهای مالی سود ببریم با همدیگه. کردن شما باعث میشه که ویدیوی ما بیشتر دیده بشه. خیلی ممنون میشم که لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.